Glaciers are our water towers. They're the source of water for hundreds of millions of us. They provide us with water for our towns, our fields, and our power stations. And yet, our glaciers are in trouble. Just in Tajikistan alone, over 1,000 glaciers have disappeared. And of those that remain, more than 35% are in distress. For a region where almost 2/3 of the population requires and relies on glacial water for their survival, this is a disaster. This is not just a problem in Central Asia. Glaciers are melting across the world. Europe, Oceania, Asia, Antarctica, and the Americas. And this affects us all. Our food, our energy, our economies, our lives. The message is clear. We have no time to waste. The time for soft language is over. We need real action, and we need it now. To this end, I propose to declare 2025 as the International Year for Glaciers Preservation and to determine World Day for Glaciers. I would like to recall once again Tajikistan's proposal to create a special international fund for glaciers, which could mobilize financial resources from various sources to take the necessary actions and implement objectives in this area. The International Year of Glaciers Preservation in 2025 is our opportunity to focus the world's attention on protecting our planet's glaciers, our water source, from disappearing. Draft Resolution 2 is entitled International Year of Glaciers Preservation 2025. The committee adopted Draft Resolution 2 without a vote. May I take it that the Assembly wishes to do likewise? It is so decided. 14 دکابر سال 2022 مجموعه عمومی سازمان ملل متحد ضمن اجلاسیه 77 خود قطعنامه تاجیکستان را تحت عنوان 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها با اتفاق آرا قبول کرد. اقدام نوبتی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با هم‌مؤلفه 153 کشور عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد. قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه به سابقه به حساب رفته هم روز بین المللی و هم سال بین المللی را اعلان می نماید. هنوز ماه مارس سال 2021 ضمن نخستین جلسه پیشوایان ائتلاف آب و اقلیم پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از آبشوی با صورت پریخ‌ها در برابر زیادشوی استعمال آب که با افزایش اهالی و رشد اقتصادی وابستگی دارد و می تواند به عاقبت‌های بغایت منفی آورده رساند تاکید کرده بودند. با نظرداشت این پرزیدنت کشور پیشنهاد نمودند که جهت محاکمه پیوسته مسئله مذکور در سطح بین المللی سال 2025 چون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان کرده شود. در این راستا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد نموده بودند که روز بین المللی حفظ پریخ‌ها معین گردیده بنیاد مخصوص بین المللی حفظ پریخ‌ها تأسیس داده شود. در اساس قطعنامه قبول گردیده پیشنهادهای پرزیدنت محبوب کشور محترم امامعلی رحمان از جانب کشورهای عضو سازمان ملل متحد همه‌جانبه دستگیری یافته 21 مارس چون روز بین المللی حفظ پریخ‌ها سال 2025 چون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها اعلان گردیده فوندی با اعتماد بین المللی برای سهمگذاری به حفظ پریخ‌ها در نزد سازمان ملل متحد تأسیس داده می شود. همچنین سال 2025 کنفرانس بین المللی عاید به حفظ پریخ‌ها در شهر دوشنبه برگزار کرده خواهد شد. قطعنامه نام برده از اهمیت پریخ‌ها چون جزء ترکیبی دوره هیدرولوژی گفته تاثیر جدی آبشوی با صورت آنها را به اقلیم، محیط زیست، سلامتی انسان و رشد استوار تاکید میکند. اینچنین در قطعنامه آمده است که تاثیر گرمشوی جهانی باعث کاهش گسترده کرئاسیون
биосфера шуда, дар натиҷа устуворӣ дар минтақаҳои баландкӯҳ кам шудааст. ин омил ба паст шудани маҳсулоти маҳаллии кишоварзӣ, афзоиш ёфтани норасоии об ва баланд шудани сатҳи миёнаи баҳр мусоидат карда истодааст. تعدادی زیادی هم‌مؤلفان قدنامه بار دیگر از آن شهادت می‌دهد که جامعه جهانی به تشبس‌های جمهوری تاجیکستان و سهم آن برای حل و فصل چالش‌های جهانی اعتمادی کامل دارد.